پیشگیری از پهن و انتقال بیماری سیرایتی کرونا در جامعه امروزه از مسائل روز بوده. همه روزه تقویت دادن چاره‌بینی‌های مبارزه بر ضد بیماری کووید 19 از راه و عامل‌های پیشگیری از سرایت یابی است. عملی نمودن تدبیرهای بی‌ضررگردانی رعایت طلبات بهداشتی امکانیت می‌دهد که سطح پهن و انتقال بیماری کاهش داده شده، حفظ سلامتی شهروندان تامین کرده شود. با دستور و سپارش پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با تدبیراندیشی حکومت جمهوری تاجیکستان برای رهایی یافتن از بیماری سرایتی کرونا به حدود جمهوری در یک چند مرحله واکسینه ها وارد گردیده اهالی به امکانی بر ضد بیماری سرایتی کووید 19 جلب می‌گردند. بنا به اندیشه و تحلیل های متخصصان ساحه تندرستی امکانی یگانه تدبیر گرفتن پیش راه سرایت یابی است. بنا به معلومات فیلیال مؤسسه دولتی مرکزی جمهوری امون پروفیلاکتیک در ولایت سوخت به حدود ولایت اساساً در دو مرحله واکسینه های شرکت خطایی استرازنک در 53600 وایه، واکسینه کروناواک شرکت سینوواک 276000 وایه و امریکایی مدرن 480000 وایه وارد کرده شده. الحال در همه مؤسسه های تندرستی امکانی با استفاده از واکسینه مدرن جریان دارد. مثلا در مرکز سلامتی شهر بوستان ولایت سوخت برای سری وقت و با صفت به امکانی فرا گرفتن شهروندان در 6 موضع نقطه های امکانی تشکیل کرده شده. متخصصان برای این از کورس های مخصوص گذشته با سرتیفیکت وزارت تندرستی تامین گشتند. از 16 ایون سال روان سر کرده ما مقابل بیماری کرونا ویروس در شهر بوستان واکسیناسیون آغاز کردیم. با ما همگی 1291 نفر این حال واکسن گرفتن. این هم باشد 930 نفر با واکسن استرازنیکا، 300 نفر اهالی با واکسن خطایی کروناواک و اینچنین در مرکز سلامتی شهر بوستان 178 نفر کارگرانی کوهی صنعتی تاجیکستان خطای با واکسینه خطایی کروناواک واکسن گرفتن. کسانی که با واکسن استرازنیکا ایمنیزاسیون گرفتن بعد از 2 ماه واکسن را میگیرند. کسانی که با واکسن خطایی واکسن گرفتن بعد از 2 هفته. کسانی که با واکسن مدرن که واکسیناسیون میکنیم امروز مثلا 28 ایول ما آغاز کردیم بعد از 1 ماه پیش بینی شده است. یک خل آرزه بعدی که بعد ایمنیزاسیون پیدا شدنش ممکن است بر ما این حادثه قید نشده است و نفرانی که با این واکسیناسیون وای میکنن خودشون برده‌نویسی میکنن. یک خل شکایتی که بعد از واکسیناسیون با یگان کسلی گرفتار شده باشند یک آرزه پیدا شده باشند با ما قید نشده است. واکسینه های وارد شده از روی طلبات در تجهیزات مخصوص یخداندار زیر حرارت معیاری نگهداشت شده، شهروندان پس از سنجش حالت فیزیولوژی از امکانی میگذرند. امروزه هم گردش‌ها از طرف کارمندان سایتی و از طرف تمام مقامات اجرایی حکومت دولتی که 12 گروه تشکیل کرده شده است. هر روز کاربری بوده شده است. چون که به شما همتون معلوم است که امروز از امروز حرکت واکسیناسیون تمام اهالی خود شهر بوستان گرانده شده است واحد کووید 19. اینچنین در استاد شهری که دیروز گذشته شده بود در اونجا ما گفته گذاشتیم تمام رئیس‌های محله، رئیس‌های خود خانه‌های استقامتی همه آنها وابسته کرده شدند که باید به تشریف برای گذراندن واکسیناسیون تشریف آدم‌ها را بسیارتر جلب کنند. از طریق مرکز تشکیل تغذیه سالم در بازارها کارکرد برده رفته شده است با بالانگایک‌ها دعوت خود خلق کرده شده است. در ولایت سوخت باید زیاده از 1,723,000 نفر اهالی واکسینه گیرند. این گروهی شهروندانی از 18 ساله بالا هستند. ما شب و روز تشویق میبریم با اون 12 گروه که تشکیل داده شده است. تمام ساختارها، تمام کارخانه ها، یعنی که گوییم کارهای ترغیباتی تشویقاتی کارمندان ساحه تندرستی برده ایستادند در بین اهالی. تحلیل ها عین حال نشان داد که راهی از همه بهترین و بی‌خوف‌ترین پیشگیری بیماری مذکور این سری وقت واکسینه کنانی می باشد. از این لحاظ خواهش کرده می شود که جدی مناسبت نموده سری وقت با واکسینه فرا گرفته شوند مردم. الحال در همه شهر و ناحیه های ولایت سوخت در مؤسسه های تندرستی معرکه امکانی جریان دارد و اهالی شهروندان باید درک نمایند که راه خلاصی از بیماری سرایتی کووید 19 این سری وقت گرفتن واکسن است تا که خود و اطرافیان را از خطر سرایت یابی امین نگاه دارند.